سلام به دوستانم در سایت فیسبوک. در روزهای اخیر به این نتیجه رسیدم که شاید بعضی از دوستان حال و حوصله خواندن نداشته باشند و اطلاعات و اخبار در مورد میهنمون را از سیستم شنیداری راحت تر باشن. فکر کردم شاید بتوانم در این راه مثمر ثمر باشم. از این رو برای آغاز قسمتی از مصاحبه های آقای حسن دایی که از سالها پیش به ایشون ارادت دارم، از نزدیکیشون رو میشناسم و به مقالات و سخنرانی های ایشون و مصاحبه های ایشون اعتقاد دارم. البته این که عرض میکنم با سند هست، به قول امریکایی با داکیومنت. براتون میخونم. شاید البته در هفته های آینده که براتون ارسال مطلب بکنم از سیستم شنیداری، ممکنه که احتمالاً لزوما حتما از مصاحبه های آقای دایی نباشه، اما سعی میکنم به طور منظم مصاحبه های ایشون رو برای علاقمندان آقای دایی براتون بخونم. فعلا چند سرفصل مقاله و مصاحبه های ایشون رو به عرضتون میرسونم. ایشون در یک مصاحبه جنجالی میگوید که یک مصاحبه جنجالی حسن دایی با تلویزیون اندیشه، میگوید که در این مصاحبه میزبان برنامه آقای فروزنده بود در تلویزیون اندیشه. با نشان دادن ایمیل های حسن دایی که توسط نایاک در اختیارش قرار گرفته بود، به چالش با میهمان خود برخاست. در قسمت دوم مصاحبه حسن دایی از تحریم نفتی جمهوری اسلامی دفاع کرد و آقای فروزنده ادامه داد. البته عرض کردم که سرفصل مقاله ها رو فعلا براتون میگم برای آزمایش، اصلا ببینم این تصویر درست میرسه به دست شما، شما راضی هستین، و بعد جزئیات مطالب رو حتما به زودی به آگاهیتون خواهم رساند. میگوید نایاک و جامعه ایرانیان خارج از کشور، این مقاله در سایت جنبش راه سبز هم چاپ شده. میگوید وقتی فردی با سازمانی به نوعی رفتار می کند که سفیر احمدی نژاد در سازمان ملل متحد مانند محمد جواد ظریف این رفتار و فعالیت ها را میپسندد و تشویق میکند، حتما باید نگران این فعالیت ها بود. چرا؟ در مکاتبات بین آقای پارسی و جواد ظریف میتوان مشاهده کرد. به راستی موافقم. در قسمتی دیگر میگوید بذارید من این سایت رو کمی اومدم پایین. اسکایبرایتر سلطنت دروغین طرفدار خامنه ای به جرم فساد اخلاقی دستگیر شد. جالبه.
اسکایتروتر بازرس پیشین سازمان ملل متحد در عراق که طی چند سال گذشته ضمن همکاری با لابی رژیم ایران و تحت نام صلح‌طلبی به دفاع از برنامه اتمی ملایان مشغول بود، امروز به جرم ارتباط با یک دختر 15 ساله و انحراف جنسی دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. بسیار است. درخواست سناتور جان کایل از وزیر دادگستری برای تحقیق در مورد لابیگری نایاک. سناتور کایل برای مقابله با یک سازمان غیر انتفاعی که مشغول لابی به نفع یک دولت خارجی است و اقدامات لابی خود را برخلاف قانون انجام می‌دهد، چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ جالب این مقالش که براتون در زمانهای آینده حتما به اطلاعتون خواهم رسید. و ادامه داره. حقیقتش من این صدا و تصویر رو فقط به صورت آزمایشی دارم ارسال میکنم روی فیسبوک. اگر ببینم که عده‌ای از دوستانم راضی هستن، خب سعی میکنم مقالات رو خواناتر ادا کنم با کلمات راحتتر ولی به خصوص دوست دارم که روی مقالات و نوشته های آقای حسن ابداعی تکیه کنم. حالا خداحافظی میکنم ازتون، اینو به مورد آزمایش میگذارم تا ببینم چی میشه. متشکرم و سپاسگزار.